إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. در آیات قبلی الله تبارک و تعالی داستان شخص موحد را که دعوت انبیاء علیهم السلام در وجود از او تاثیر کرده بود و نکته های خیلی دقیقی را برای پیروی و اتباع امو انبیاء علیهم السلام بیان میکرد برای قوم خود. شیوه دعوت امی شخص جوان هم خیلی مؤثر بود، چرا که از راه پیش آمد میکرد برای قوم خود که بالکل تاثیرگذار بود. داستان از او الله تبارک و تعالی بر ما ذکر کرد و درسای عظیم داستان از او بر ما حاصل شد. یکی از جمله درسای مهمی که از او داستان بر ما حاصل میشه، انسان در کثرت‌گرایی خیلی زیاده که مردم کثیر طرف راه غیر روان باشه، یک نفرم اگر باشه احساس وحشت نکنه، نگویه که من تنها هستم و چرا من ایرا را بروم، به خاطری که دیگه مردم ایرا را نمیره. در هر توده و طایفه مردم در قرآن که بر ما بیان میشه، انبیاء علیهم السلام افراد تنها هستند که مبارزه کردن و در مقابل اینمی گمراهی ها و علم بالا کردن، علم توحید و علم یکتاپرستی الله را. این مخصوص انبیاء علیهم السلام نبوده، بلکه در طایفه ها جوانای پیدا شدن که خود خیستن و در مقابل کل قوم خود مقابله کردن، مخالفت کردن، رای ازوار تمجید نکرد. درس عظیم به ما داد که ما هیچ وقت تابع و زیر تاثیر ماحول محیط خود نمیشیم. اگر ماحول محیط هر قدر آلوده باشه، هر قدر مردم زیاد یک عمل انجام میده، ما مامور به این نیستیم که امو عمل ما قطعش انجام بدیم به این دلیل که مردم این کار انجام میده. نه، الله تبارک و تعالی که کدام بصیرتی بری تو داده، از او بصیرت سرشار خود تو باید استدلال بکنی، بلکه دیگران را دعوت به این طرف بدی. دوم درس بر ما واضح شد که مردم نمیپذیره و همچون مردم ها را حتما از صحنه دور میکنه. از امو خاطر است که مردمای آلوده، کسی که پاک باشه در ماحول محیط خود نمیخواه، حتما تصمیم میگیره که اینمی آدم پاک باید در این محیط نباشه. مسلمی جوانه تا که شهید نکردن نگذاشتن، این خودش دلیل بالای قساوت و عدم تعقل و تفکر امی مردم میکنه که چقدر عناد و ضد داشتن که حتی به سخنانش گوش نماندن و تفکر نکردن که امی آدم برای ما چی میگه، در حالی که او سخنای را گفته بود که همه ملامتی یا همه درد و غم متوجه خود ساخته بود، نه به طرف قوم. خو کنایتا و تعریضا سری خودی از وا کارگر میشود. از امو خاطر است که این گپا سری از وا بسیار بد میخورد. یادتان باشه هر کس که در کدام خلا داشته باشه، کدام گناه داشته باشه، ولو که تو نامش نگیری، تو تقریر عام میکنی، به صیغه خیلی غایب ذکر میکنیشه، در قالب صفت در چوکات صفت ذکر میکنیشه، اما او مردم تو را گذاشتنی نیست. میگه نه، ما را صراحتا میگه. مثل که ما و شما همیشه بحثایی که میکنیم نام شخص نمیگیریم که فلان شخص اینطور است یا فلان قوم اینطور است، ما میگیم هر کسی که اینطور کارا میکنه، هر کس شامل کل طایفه ها میشه. اما کسایی که خلل داره، گناه داره و زودی که این نقطه را متوجه خود میسازه و علیه تو قیام میکنه، انواع بهانه تراشی ها میکنه، تهمت ها سرت میزنه. سوم درسی که برای ما در اینجا واضح شد، با وصفی که ای آدم جوان اینقدر دعوت میداد، مردم او را نگذاشت بلکه شهید کرد. الله چی مقامی به شهید داد؟ با مجردی که او شهید میشه داخل جنت میشه، قیل ادخل الجنه، بس در جنت داخل شد. معلوم شد کسی که در راه الله تبارک و تعالی مبارزه مخلصانه، مبارزه صداقتمندانه میکنه، ولو که در او را شهیدم میشه، ای کامیابی از او شمرده میشه. هیچ یک انسان نگوید که من زنده باشم مردم راه حق بپیماید. نه، تو مبارزه تا ادامه بدی. اگر مردم پیمود، اگر نپیمود، کاری خود تو میکنی. تو با کدام مقصد و هدفی که تو دعوت داده در او میرسی، مردم برسه یا نرسه، او کاری الله تبارک و تعالی است. دیگه درس برای ما واضح شد که او آدم آنقدر دلسوز بود، وقتی او نعمتای جنت مشاهده کرد دیگه افسوس و ارمان نداشت.
افسوس و ارمانی از ایره داشت که کاش که در ایرا مردم قوم ما می آمدن که چی رای پر افتخار بود. شهدای احد هم همچو کلام عوام گفته بود یا لیت اخواننا، کاش که امی برادرای ما یعلمون ما صنع الله تعالی بنا، که کدام کار کدام معامله را الله قط ما کرده، کاش که برادرای ما میفهمیدن. چرا؟ الله یزهدوا عن چیستا فی الجهاد، که در جهاد بی‌رغبتی نکنن، ولا ینکلوا عن الحرب، از مبارزه انکار نکنن اور عار ندانه. امی کلام شهدای احد هم نقل شده. هر شهید اینمی آرزو را داره، فریحین بما آتاهم الله و یستبشرون بنعمت، و به اون نعمتها خوشوقت هستند و این تمنا داره که کسایی که باقی مانده بازمانده های ماست مسیر ما را تعقیب بکنه. آخری آرمان شهدا اینمی می باشه. این داستان برای ما درس داد که واقعا اگر کسی در راه الله تبارک و تعالی قدم میگذاره، یاد ازور الله از بین نمیبره، بلکه او در حقیقت زنده است، اگرچه مردم برش مرده میگه. چرا؟ راه مبارزهش قرآن یاد کرد. در طول تاریخ دنیا خو بسیار مردم تا او بالا میشه، بسیار جوانا تا او بالا میشه. چرا الله تبارک و تعالی یک حبیب نجار این جوان داستانش ذکر میکنه؟ علتشی بوده که در عین سردرگمی مردم، در عین دشمنی با انبیاء علیهم السلام آدم قیام کرد، مردم دعوت داد در گپای خوبیش. امروز ما حتی به طریق دفاع یک گپ گفته نمیتونیم. در مجلس عام یک نفر مورد تاخت و تاس قرار میگیره در حالی که تو خوب میدانی که گپی از او حق است، اما لب تشور داده نمیتونی، برش گفته نمیتونی که او برای چی دعوت داده، او برای چی دعوت داده، آیا برای کفر، برای یهودیت، برای نصرانیت، برای چی؟ چرا اتهامات غلط وارد میکنی؟ جوانا اینمی قسم باشه، اگر ما در مقابل امی ظالما، امی مردمایی که متهمین است، در هر جایی که دهن باز کردن در مقابلش بخیزیم، ثابت کو این امره، مردم گمراه نکو، ثابت کو این امره که بله فلان آدم این طور است یا نه، فلان طایفه اینی حیثیت داره یا نداره. اگر سند و دلیل داری بگو، اگر نه او دمو خود مجلس خود به خود از چیز میشه، مزمحل میشه، دیگه گپش تاثیر نمیکنه. ولی با تاسف امروز ما هم چو جوانای نداریم، هم چو خواهرای نداریم که در مجلس وقت بدی یا مثلا امر در مورد شخصیات میشه که او در او وجود نداره، خود تو شاهدی و صحنه هستی، لیکن بازم گفته نمیتونی، خود آرام میگیریم. تاسف در اینجاست. یک سلسله مجالس بدعت است، مجالس منکر است، در اونجا علمای برجسته نشسته می باشند. در یک مجلس یک عالم خو نیست، خو او را عالم باید نگویم که خیلی گریانا هم میکنه، میگه مردم پیدا شده که نور بودن پیغمبر علیه السلام قبول نداره. امی بزرگایی که در تلویزیونان معلوم میشه، امو مردم ها در اون مجلس نشسته است، لا اقل امی قدر یک پرزن برش روان نمیتونه که تو فتوای خلاف آیت قرآن است. پیغمبر میگه انما انا بشر مثلکم، ما به مثل شما یک بشر هستم. و او بدبخت میگفت که چیره پیغمبر بشر عادی ندانه، بشر نیست، نور است. او مجلس پر از امی ملاهای تلویزیونی است، امی ملاهایی که داد میزنه، علمیت خدا برملا میکنه، خلا به شور داده نمیتونه، مهر صحت به گپای غلط این مردم میگذاره. مردم استدلال میکنه اگر این گپ غلط نبود فلان عالم در مجلس نشسته بود، چرا رد نکرد؟ امروز که هر قدر مصیبت و بلا را شما در پیش خود میبینه، از دست امو علمایی بود که در وقت دیدن منکر، در وقت گفتن منکر سکوت اختیار کردن و مهر صحت به او کارا گذاشتن. از امو خاطر از عالم در مجلس منکر و بدعت حاضر نشوه، قطعا نه، ولو که به خاطر رد باشه. رد اگر میره اونجا رد هم میکنه در مجلس حاضر نشوه. چرا؟ دیگر روز مردم ردی تا نمیشنوه، لیکن چهره تا میبینه در CD، دلیل میگیره که اگر این ناروا می بود فلان عالم در اونجا نمیرفت. ولی با تاسف امروز علمای ما در مقام و موقف خود سعی میکنه که یا در نظر مردم نمایان شوه، خیر و خلاص شهرت پیدا کنن. دیگه در قصه از این نیست که مجلس منکر است یا بدعت است. کدام سخن در این مجلس گفته میشه، از چی چیز بحث میشه، او کدام چیز گفته میشه. شما باور به الله بکنید بعضی مجالس که بری آنقدر کفریات گفته میشه که هیچ پرسان نکو، ولی امی علما در مجالس نشسته است خدا شور نمیده. خب این آدم جوان مهر سکوت در لب نمیگذاره، این آدم جوان میخیزه، علم بالا میکنه، به قوم خود نصیحت میکنه که اتبعوا المرسلین، اتبعوا ما لا يسألكم اجرا. کسی که از شما مزد طلب نداره تابعداری پیغمبرها را بکنه،
کسایی که محتدون است راهیاب از پشت از او بره. گپ خدایی نیست که شما احساسات خود شور داده تحریک کردید علیه از او تهمت ها میکنه. او مردم ها خود دلیل داره، سند داره، چرا این گپ میزنه؟ برای ما درس داد که ما اگر اینمی قسم در هر جای سکوت بمانیم حق پیروز نمیشه و نه حق واضح میشه. اگر در یک جای ما یک جای انگشت بالا کنیم بسته پروسه از بین میره توسط یک گفتن تو. ما بار بار به دوستا گفتیم همین کسایی که در تلویزیون فتوا داده رئیس در رادیو نمبرش بگیرید، همین خیلی فتوایش دست زنگ برش بزنه، بگو جناب وقتی که توی روا میگی به کدام اساس، به کدام دلیل؟ یکی از زمین علما حیله اسقاط ثابت میکرد. از چی ثابت میکرد؟ گفت علمای متأخرین احلاف نوشته کرده و این حیله را جایز دانسته. یک کسی برش زنگ زد که ده حدیث هست یعنی مولوی صاحب، او جناب برش میگه که نه ده حدیث نیسته. کاش که امی قدر برش گفته میشد، باز زنگ زده میشد که چیزی که ده حدیث ثابت نباشه، در زمان پیغمبر نباشه، در زمان صحابه نباشه، او را به نام چی یاد میکنه مولوی صاحب؟ تو خودت تعریف کن. پیغمبر خو میگه من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. او خو بدعت است. و ایاکم و محدثات الامور فان كل محدثه بدعه. افسوس است. یادتان باشه ایرادیا را تعقیب کنید. همین علمایی که در مسند فتواها نشسته زنگ بزنید، دلیل است پیش طلب بکنید. ان شاء الله خود به خود دو مردم مجبور است که در حق راجع شود. آلی دیگه چیزی برات نداره. دمون جمع دو دشنام داده میتونه که تو فلان رقم هستی، دلیل گفته نمیتونه. خب با 4 نفری با بصیرت بالکل واضح میشه که مردم راه باطل تعقیب میکنه، سند و دلیل نداره. از امو خاطر دیدی که گپ در جنگ میکشانه. از امو خاطر کسی که دلیل و سند نداشته باشه او گپ در جنگ میکشانه. خود داستان جوان ما را بیدار کرد که ما باید چی مسئولیت در جامعه خود داریم. منکرات بچه‌شو میبینیم در پیش روی ما گفته میشه، حتی یک پرزه روان کرده نمیتونیم که جناب عالم ایره با کدام سند و دلیل تو بیان میکنی، از کدام دلیل از پیش مطالبه بکنی. این قدر حق هر کس داره. اگر او بگه که شما حق نداره که دلیل بگه، هر پیغمبر که آمد امرای بیانات آمده، مردم از پیشش دلیل طلب کرده و پیغمبر دلیل پیش کرده. قرآن اولین سورتی که آغاز میکنیم الحمدلله داوار پیش میکنه الحمدلله، خب پشت سرش دلیل میگه به خاطر که رب العالمین است، رحمان الرحیم است، مالک یوم الدین است، دلایلش پیش میکنه. اگر این کار شما کرده جامعه ما انشالله در چند روز جور میشه. مردم حقایق بالکل میشناسه که حق در کجاست. ولی ما آرام نشسته استیم. علمای ما در هر مجلس بدعت شریک شو، هیچ چیزی برش نگو و هیچ کار نکو. خب ما برابر همو جوانی هم نیستیم حبیبی نجار که لا اقل به مردم خود قامیتور برملا بگیم اینی را میگه حق. قرآن داستانا را بر ما که بیان میکنه به خاطر از این نیست که کتاب قصص ساعت ما تیر شو خو سر ما نبیا. برای ما درس میده توسط داستانا. ما چی بکنیم؟ یک شخص بود در بین کل قوم خود، چی دستوراتی داشت، آخر منجر به چی شد؟ منجر به شهادتی شد. آیا او آدم وفات کرد؟ نه. دمی قدر جوانا الله یاد امو جوانا میکنه که دمی قدر مخلوق استاد شده، دفاع از حق کرده، پشتیبانی و حمایت از انبیاء علیهم السلام و دعوتش کرده. الله از او خاطر یاد میکنه. او الله چی اعزازی برش میده؟ با مجرد وفات او در جنت داخل میشه و او شخصی است که میگه کاش که مسیری مرا کلگی بپیماید. او قومش خود نمیپیماید. خب ما تو جوان باید ایره برای خود نمونه بگیریم، برای خود ما تو الگو بگیریم که ما هم جوان هستیم، ما هم غیرت داریم، از دین خود دفاع میکنیم، حقی برای ما واضح شد. کسی اگه مخالف حق گپ میزنه بالکل قطعش جنجال کده میتونیم. این بیادبی نیست، این اظهار حق است. اگر ما و شما همین قدر گپ همیشه در هر مجلس بگیم، انشالله این مردمان نخواد که در سر منبر دیگه گپ بدعت زده بتانن، نخواد که فتوا داده بتانن نعوذ بالله امر غیر شرعی را. خود چیسته؟ ما اینطور فکر میکنیم که خیر است. آلی چی خدا دا لط میدی، آلی چی خدا بدنام میکنی، انگشت نما میکنی که کلگی سری تو فشار بیاره. اینی گپ ها ما را چی کرده؟ مانع از این شده که ما باید دیگه مهر سکوت در لب بمانیم. خیر و خلاص. خب قرآنی دستورا را این درس ها را برای ما داد. یا حسرتا علی العباد. بله، این افسوس خوردن بالای بنده هاست. این افسوس از کیست؟ یا ایست که این افسوس از الله تبارک و تعالی سری بنده های خود ایره میگه. یعنی بیتر بنده ها بسیار افسوس است که انبیاء علیهم السلام برش میالی که نعوذ بالله با جای از اینکه دعوتش بپذیره استهزاء و رشخندام میکنه. امروز واقعا همینطور است. شما باور بر الله بکنی وقتی به سنت رسول الله مردم دعوت میده،
و سرتان ریشخند میزنه، نعوذ بالله. امو پیشی تو را میکنه، امو تمثیلی تو را میکنه، خب به شکل چی؟ گستاخانه، نعوذ بالله. این بسیار سخت است. و قوما هم اینمی قسم در مقابل انبیاء علیهم السلام استهزا میکرد. یا ایستا که ما یاتیهم من رسول الا کانوا به، این حسرت انبیاء علیهم السلام است بالای قومیش. یا حسرتا علی العباد، ای افسوس بالای بنده ها، ما یاتیهم نمیاد برشان من رسول یک پیغمبر الا کانوا به، مگر هستن بالای پیغمبر یستهزئون، ریشخند میزنه، استهزا میکنه. پیغمبر واره شرافتمندترین شخص در یک امت کیست؟ پیغمبرش است، ولی او را یا نعوذ بالله استهزا میکنه. چرا استهزا میکنه؟ به خاطری که پیغمبر مانع میشه برای اونمو خواهشاتی از یا یکی و همیشه از او خواهشات خود استفاده آزادانه کرده. پیغمبران علیهم السلام واره منع میکنه. امروز بدی مردم ما چرا آمدیم؟ به خاطری که آن چیزی که خواهش مردم است ما مانع میشیم. اگر ما به مطابق خواهش مردم سخن بگیم، کل احترام ما را میکنه، دستی ما را بوسه میکنه و ما را خوب تعظیم میکنه. خب مشکل اینم اینجا است. وقتی که در مقابل امو خواسته پیر صاحب، خواسته قاری صاحب، خواسته ملا صاحب، خواسته حاجی و وکیل صاحب، خواسته عام مردم تو گپ زدی، سخن گفتی که مانع از او شدی، باز دیگه دشمن از قطعی تو، وگرنه دیگه چی؟ زمین ناتقسیم قطعت نداره. فقط اینمی گپ است. انبیاء علیهم السلام فقط اینمی گپ داشت. چرا؟ مردم که در کدام شرک و بدعت و مزخرفات آلوده بود، از اون منع میکرد، اما مردم نمیپذیرفت. امروز رواجای قومی ما را فرا گرفته. وقتی که عالم میخیزه از این رواجا منع میکنه، بس دیگه عالم نامش چیست؟ وهابی. آسان گپ است. هیچ کدام گپی دیگه کسی هم از پیشش طلب دلیل نمیکنه که چرا وهابی میگی، یعنی وهابی چی معنا، مقصدش هم نمیدونه. این چقدر جرم بزرگ است که یا یک شخصی را که طرف قرآن و سنت دعوت میده او را وهابی میگه. وهابی را میشناسی؟ در اصطلاح افغانی وهابی کافر میگه. یعنی کسی که از روز کده هم خیلی زیاد پست است، از یهود و نصارا کده زیاد پست است. در سر منبرا از زبان ملایتان بشنوید، در وقت دعاهای خود امی گپا را میگه که الله یهود و نصارا را تباه کنه، وهابی را. چرا میگه اینطور؟ به خاطری که وهابی به نزد از کافر است و این مردم تو را دست کافر میگه. خب لیکن ما چی کنیم؟ ما باید مسیر جوان تعقیب کنیم. الم یرو کما اهلکنا، الله تبارک و تعالی میفرماید این بدبختا تا این اندازه را عقلشان مسخ شده، وجدانشان مسخ شده، در پیش روی خود آثار امو قومای گذشته را میبینه که در کدام سرنوشت مبتلا شده، از او هم درس نمیگیره. الم یرو کما اهلکنا، یا نمیبینن چقدر هلاک کردیم قبل هم پیش از یا من القرون، از قرنها را، یعنی در زمانه های مختلف قوما را ما هلاک کردیم. چرا؟ انهم الیهم لا یرجعون، که یقینا این مردم به سوی از یا لا یرجعون، باز نمیگردن. قرآن کریم دلیل است بالای ازی که مرده ها پس گشته نمیتونه. پس اون عقیده مزخرفی که مردمی ما داره، میگه شوای جمعه ارواح مرده ها در سری خانه میبینه که بازمانده های چیزی را میکشه، صدقه میکنه یا نمیکنه. این در کدام کتاب است؟ قرآن خو میگه انهم الیهم لا یرجعون. اینمی کسایی که رفتن باز گشتن نمیتونن، باز گردیدن نمیتونن. قرآن میگه نمیتونن و تو میگی هسته. دیگهش میگه نه، کاکای شهید شده ما دیدیم شه، اینی تو آمده بود به کالای خود آمده نمیتونه، و شیطانی خبیث است، ابلیس است، شکلای خود به مو شکل جور میکنه تا که عقیده تو را خراب بکنه. باز ازی بسیار مفاسد دیگه پیدا میشه، او را دلیل مردم بری خود جور میکنه. ما براتون قصه کرده بودم، تفسیر میخوندیم، همینطور یک نفر گپ دهی آمد که اولیاء کرام چیز نمیتونه و تصرفات در دنیا نداره که مردم کسی را جور کنه، کسی را شفا بده، کسی را اولاد بده، یا کسی را از چپرکتش خطا بده، یا کسی را بسوزانه. این گپا را نمیتونه. یک نفر مرا میگه چرا حالی شهیدا یه چیز نمیتونه؟ من گفتم نمیتونه. گفت من خو دیدم که قوا آمد، همی شهیدا در دمی روش برآمد زد قوا را من خو است، بیداری خو نیست، دوری خور خو هر چیز آدم میبینه. پاچای کل جهان هم میشی تو پاچا شدی؟ نه تو خب باز نمیخوان اگه که بگه سیایی دودی خود همینجا افتاده، اینا پاچاستی و نه وزیر، هیچ کدامش نیستی، خو است دیگه. به خوا مردم فریب میده و این کارا را میگه. و این کل لما جمیع لدینا محضرون، الله میفرما و این کل نیست هر طبقه لما مگر جمیع همگیشان لدینا پیش ما محضرون حاضر کرده شده هستند. یک طایفم باقی نمیمانه. الله میگه در پیش ما میاد، اونجا حساب و کتاب قطش میشه. برای تو پیغمبر نامده بود،
از داستانه انبیای سابقه برات قصه نشده بود؟ آثار قومای سابقه را تو در وقتی رفتن در سفر نمیدیدی؟ چرا درس نمیگرفتی؟ چرا فکر نمیکردی؟ لا اقل کسی که تو را دعوت میداد سخنش خود تفکر میکردی که امی گپی که برای ما میگه چه وزن داره، با منفعتم است یا با مضرتم است، امی قدر فکر خو میکرده؟ کلگی حاضر شده در پیش الله است.